سال 1991 دختری 11 ساله به اسم جیسی لی دوگارد جلوی خونه‌شون در کالیفرنیا توسط یک مرد دزدیده شد. مادرش فقط چند دقیقه دیر رسید. 18 سال هیچ کس خبری ازش نداشت. همه فکر می‌کردن مرده. اما اون توی حیاط پشتی خونه آدمربا توی یک کانتینر فلزی زندانی شده بود. شوکه شدی. توی اون 18 سال 2 تا بچه هم به دنیا آورد. بدون اینکه کسی بدونه. تا اینکه یه روز اون مرد اشتباهی کرد و جیسی رو با خودش به دانشگاه برد. رفتار عجیب دختر باعث شد پلیس مشکوک بشه. و بالاخره در سال 2009 جیسی نجات پیدا کرد. الان اون یکی از قوی‌ترین زن‌های الهام بخش جهانه. اگه دوست داری داستان‌های واقعی و ترسناک بیشتری بشنوی، حتما سابسکرایب کن.